بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 110 سوره مائده ما و شما رسیدیم. در آیت 110 سوره مائده ما و شما مطلب سومی هست معرفی عیسی علیه السلام و احکام مربوط به او. اول بیان معجزات عیسی علیه السلام است. الله متعال میگه اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، یاد که وقتی را که الله متعال گفت به ای عیسی پسر مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کن نعمت مرا بالایت و علی والدتک و مادرت اذ ایدتک بروح القدس. الله متعال در قرآن عظیم الشان برای ما و شما قصه های اهل توحید هم بیان میکنه. ما و شما گفتیم که در قسمت موحدین 5 چیز بیان میکنه. مثلا اهل توحید معرفی میکنه و صفات اهل توحید برای ما میگه، قصه های اهل توحید میگه، نتیجه توحید در دنیا میگه و نتیجه توحید در آخرت. این 5 چیز الله متعال در قرآن عظیم الشان بیان میکنه. حالا برای ما و شما در این آیت 110 سوره مائده در جمله قصه های اهل توحید از یک تن از موحدین که عقیده توحیدی داره و رسول الله هست و معصوم هست و پیغمبر هست، عیسی مسیح علیه السلام هست. و الله متعال این بر ما معرفی میکنه که یک پیغمبر معصوم هست و صفات عالی داشت و این کسانی که امروز نصرانی هستند یا پیروای عیسی مسیح نیست، حتی کسایی که اینا را مسیحی میگن مرتکب جرم میشه. ما این باید مسیحی نگوییم، چرا اینا 3 معبود پرستش میکنن. اینا بت پرست هستن، کافر هستن و تثلیث دارن و اینا پیروای مسیح علیه السلام نیستن. از این خاطر کسایی که میگن عیسوی هستن یا مسیحی هستن، این کلش کلمات غلط است که انسان که عقیده درست داره با این کلمات استعمال نکنه. چرا اینا یک کسی به نام پولس میگفتن یا شاول ترتوسی میگفتن که در بایبل نامش ذکر است. اونو باز آمد عقیده 3 خدایی رو بر از اینا پیدا کرد که فادر و سن و هولی اسپریت، 3 خدا رو بر از اینا او برشان پیدا کرد و اینا به این عقیده هستند. اینا پیروای عیسی علیه السلام نیستن. عیسی علیه السلام موحد هست، رسول هست، بالایش کتاب آسمانی نازل شده است، معصوم هست، خودش بندگی الله را میکرد و دارای معجزات زیاد بود و این معجزات هم به حکم الله میکرد و خودش از دست خود هیچ چیز کردن نمیتونست. معجزهش مثل معجزات دیگه پیغمبرا علیهم السلام هست. مثلا در این آیت شریف الله متعال میگه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم. اول الله برش میگه که ای عیسی پسر مریم، ای عیسی که تو خودت بنده هستی و پسر بنده هستی که مادرت چی هسته؟ مادرت مریم نام داره. بناهن از این عقیده چی میگیریم؟ ما شما خاص قرآن درس عقیده و درس فکر میگیریم که عیسی علیه السلام بنده بود، مادرش هم بنده بود و الله متعال صفت عیسی پسر الله را از این نفی کرده. همیشه میگه که پسر الله نیست، پسر مریم است و مخلوق است. این مخلوق است، مادرش هم مخلوق است. تنها پیدا شدنش به شکل معجزه هست. وقتی که به شکل معجزه پیدا شد، خب آدم علیه السلام هم بدون پدر و مادر پیدا شدن. این معنی زیر نمیته که اگر آدم علیه السلام که مادر و پدر نداره این چی باشه؟ این صفت الوهیت برش بتیم. از این خاطر الله متعال میگه و اذ قال الله، وقتی که الله متعال گفت که یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم علیه السلام، اذکر یا کن نعمتی علیک، نعمت من بالای تو مخلوق هستی، من خالق هستم، نعمت بالای تو این نعمت های من هست. و علی والدتک و به مادرت، این نعمت الله هست بالای چی؟ بالای بنده ها. اول نعمت الله بالای چی بود؟ اذ ایدتک بروح القدس، که من تو را تایید کردم با بنده دیگه خود که او جبریل امین علیه السلام هست. تخلصش روح القدس است. یک دیگه معجزه برای تو دادیم که تکلم الناس فی المهد و کهلا، تو مردم در طفولیت در گهواره هم که چون گپ میزنن در کهل وقتی که پیر شوی هم گپ میزنی. خب در طفولیت وقتی که گپ میزدی خب معجزه بود. حالا که پیر شوی چی معجزه است؟ خب کل پیران امام پیر هستن گپ میزنن، میگن نه به خاطر از این معجزه است که عیسی علیه السلام هنوز زنده هست، در آسمان ها الله بالایش کرده. بالاخره وقتی که در آخر زمان میایه
چون عیسی علیه السلام قبل از سن 30 سالگی بالا برداشته شد. پس عیسی علیه السلام یک معجزهش چی شد؟ یک معجزهش وقتی که طفل بود در گهواره گپ میزد به حکم الله. یک معجزه دیگه ایش است که باز میاد در زمین و ریش سفید میشه و باز به مردم گپ میزنه. این هم معجزه عیسی علیه السلام شد. دیگه معجزه عیسی علیه السلام چی؟ و اذ علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، بر تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل هم کلش بر تو تعلیم داده بودیم. از کتاب بعضی علما میگه که منظور از کتاب کتابت است، یعنی نوشتن و خط و ایگپا بر تو دادیم، و حکمت دانش است، بسیار انسان حکیم بودی، و تورات و انجیل هم بر تو تعلیم دادیم. و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر باذنی. فکرین عقیده کسی که از قرآن میگه این قسم است. الله متعال میگه استخلق، وقتی که تو جور میکنی من الطین از گل که هیئت الطیر مثل یک پرنده، یک مجسمه به شکل پرنده جور میکنی به اذنی، به اجازه ما. چرا آل مثلا برای عیسی علیه السلام اجازه داده شده بود که مجسمه را بسازه، ما شما اجازه را نداریم. ما شما اگر مجسمه بسازیم سخت‌ترین عذاب الله بر ما داده میشه. کسی که مصور است تصویر عکس میگیره رسامی میکنه و یا تصویر مجسمه جور میکنه، برای ما شما اجازه نیست، لکن برای عیسی علیه السلام اجازه بود. و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر، سکم به شکلی مجسمه میسازی به اذنی، به اجازه ما. فتنفخ فیها، باز به این دم میکنی، امی پرنده گلی را که ساختی از گل خوش این دم میکنی، فتکون طیرا به اذنی. الله متعال میگه باز امی پرنده واقعی میشه. به چی؟ به کمال عیسی نه، میگه به اجازه ما. معجزه عیسی علیه السلام است، لکن امر از الله هست، چرا که زنده کننده و میراننده حقی الله هست. برای یک معجزه را داده، برای گفته که کار بکن این تو میشه، لکن به امر الله میشه. ای که دم میکنه، دم ازی به امر الله، او به امر الله چی میشه؟ به امر الله او پرنده اصلی میشه، چون ربوبیت الله هست. یحیی و یمیت، زنده و میرنده، زنده کردن میرنده، این صفات الله هست، نه از عیسی مسیح علیه السلام. از این خاطر الله متعال هر کلمه را که میگه قیدش میکنه که انسانی که عقیده خود از قرآن میگیره این کلمات رو باید دقیق درس بگیره، که وقتی الله گفت که فتکون طیرا، پس این پرنده میشه، پرنده زنده میشه به اذنی، به اجازه ما. و اینجا ضمیر مفرد استعمال کرده، چون در مسائل توحیدی الله متعال ضمیر مفرد استعمال میکنه. در جایی که باز قدرت و عظمت خدا بیان میکنه، باز اونجا چی میکنن؟ ضمیر جمع استعمال میکنن. خب در اینجا ضمیر مفرد به اذنی گفته، نگفته اذننا، که باز اینجا مشکلی اعتقادی پیدا میشه، یعنی اجازه از دوش، نه، به اذنی، تنها به اجازه من این باز پرنده میشه. و تو در این صلاحیت نداری، فقط تو پیغمبر هستی، این معجزه است که این کار میکنی، مردم میبینن که واقعا تو کاری کردی که دیگرها این کردن نمیتونن. و تبرئ الاکمه والابرص باذنی. سبحان الله، عقیده چقدر دقیق بیان میکنه الله متعال، تا انسان که عقیده خود از قرآن میگیره و ما شما تفسیر فکری اعتقادی میخوانیم، از اینجا میگه و تبرئ و عیسی علیه السلام تو، الله متعال برش میگه ای عیسی علیه السلام تو اکمه و ابرص. اکمه کی است؟ اکمه نابینای مادرزاد هست. در زمان عیسی علیه السلام طب زیاد پیشرفت کرده بود، بنابراین معجزات عیسی علیه السلام معجزات طبی زیاد بود. معجزات طبی زیاد، معجزات کی است؟ معجزات عیسی علیه السلام است. اینال الله متعال برش چی میگه؟ برای عیسی علیه السلام میگه که تو زنده میکنی، تو مثلا معالجه میکنی کی را؟ اکمه یعنی نابینای مادرزاد. وقت دکترها نمیتونستن معالجه بکنن، میتونستن مثلا کسی که در جریان یک اکسیدنت یا یک حادثه نابینا شده باشه او رو تداوی بکنن، اما نابینایی که از مادر هم میتونی نابینا تداوی. این معجزه عیسی علیه السلام بود، لکن میگه اینمی نابینای مادرزاد و ابرص و مرض پیس است، لکه ها داره در اینجای خود سفید این برست. این هم دکتران نمیتونستن. و تبرئ الاکمه والابرص، اکمه یعنی نابینای مادرزاد و ابرص یعنی کسی که مرض برص داره،
پیس داره به اذنی، به اجازه من، به حکم من، به امر من. الله برش میگه کن فیکون. عیسی علیه السلام میگه که تو دمش کن و حکم الله نازل میشه و برش میگه که این جور شد به اذن الله. و از تخرج الموتى به اذنی. سبحان الله. و ای که تو بیرون میکنی مرده ها را، یکی از معجزاتش بود که مرده را میگه بخیس، و وقتی که اون شخص میخیست بیرون میشد که مردم گپ میزد، لکن ای خود زنده شد. چه قسم زنده شد؟ به اذنی، به اذن الله. الله میگه من برش مثل که از اول زنده کردمش، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون به اذنی. و اذ کففت بنی اسرائیل. پس از این خاطر انسان مسلمان باید بفهمه که وقتی یک پیغمبر معجزه می داشته باشه، این معجزه به حکم الله سبحانه و تعالی هست. الله ایره برش میده، لکن کل کار الله هست. خب و اذ کففت بنی اسرائیل، و وقتی که میگه من دست بنی اسرائیل گرفتم عن که از تو از جئتهم بالبینات، وقتی که برشان معجزات آوردی، لکن اونا میخواستن در این وقت بالای تو حمله بکنن، لکن الله متعال دستشان میگیره، مانعشان میشه. فقال الذين كفروا منهم. بس کسای کافر شدن از ایشان ان هذا الا سحر مبین. این نیست مگر سحر آشکارا. گفتن که آنچه که کافر عادتش است، وقتی از پیش پیغمبر معجزه میخواد، وقتی پیغمبر برش معجزه آورد، باز او معجزه را رد میکنه و میگه که این چی هست؟ میگه که این سحر از جادو هست و این عادت انسان‌های بیدین هست. باز وقتی که سحر و راستی جادوگر رو تو باشه، باز او بسیار خوب باور میکنه و باز بالا میشن جادوگرای حقیقی را. اما پیغمبر باز گپش چی میکنن؟ میگن که این سحر است. پس این کل آنچه که عیسی علیه السلام داشت، الله متعال برای ما و شما درس اعتقادی ده یاد میده که این آنچه که عیسی مسیح علیه السلام میکرد، این کل ازی به امر الله بوده، از جانب الله بوده و عیسی علیه السلام پیغمبر است، بنده هست، برش این معجزات داده شده هست. خودش از دست خود این کار نمیتونست که بکنه. دوم بر ما قصه حواریون بیان میکنه که و از اوحیت الی الحواریین، الله متعال میگه وقتی ما بر از اینا الهام کردیم برای حواریین ان آمنوا. حواریون کی بودن؟ امو صحابه عیسی علیه السلام. از صحابه عیسی علیه السلام حواریون میگفتن. میگم وقتی که ما چی کردم؟ الهام کردم به کی؟ برای حواریون ان آمنوا بی و برسول. شما به ما و به پیغمبر ما ایمان بیارین. قالوا آمنا. اینا گفتن ایمان آوردیم. واشهد و شاهد باشه الله به اننا مسلمون، که ما مسلمان ها هستیم. میبینین الله چندین نفرستادن. پیروای حقیقی عیسی علیه السلام همونا چی بودن؟ مسلمان ها بودن. این کسایی که امروز میگن ما کریستیان هستیم و نصرانی هستیم، اینا پیروای عیسی علیه السلام نیستن، از پولس یا شاول ترتوسی هستن. پیروای حقیقی عیسی مسیح علیه السلام اونا مسلمان بودن و میگه که به اننا مسلمون. ما همین قسم عقیده داریم، چون از زمان آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و تا روز قیامت ان دین عند الله الاسلام. سوم مطالبه و خواستهای حواریون. حواریون چی خواستن؟ و اسقال الحواریون یا عیسی ابن مریم. حواریون گفتن که ای عیسی پسر مریم علیه السلام هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. آیا پروردگارت میتونه که از آسمان یک دسترخوانی را بر ما بفرستانه؟ دسترخوانی که مطمئن خوب نان باشه و بخوریم. قال اتقوا الله. عیسی علیه السلام میگه که از الله بترسین ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین. قالوا اونا گفتن که نريد ان ناکل منها. ما میخوایم فقط از این دسترخوان بخوریم. و تطمئن قلوبنا و قلبهای ما اطمینان بگیره. و نعلم و بدانیم که ان قد صدقتنا، ای که تو بر ما راست گفتی، و نکون علیها من الشاهدین، از جمله شاهدا بالای باشیم. خب عیسی علیه السلام به الله دعا از الله میخواد. عیسی علیه السلام از آسمان سرخوان پایان کرده میتونه؟ نمیتونه مگر به حکم الله. قال عیسی ابن مریم. عیسی پسر مریم گفت اللهم یا الله ربنا، تو رب ما هستی. الله توسل میکنه به نام الله، الله و رب. اللهم یا الله ربنا، تو رب ما هستی. انزل علینا مائده من السماء، از آسمان بر ما یک دسترخوان نازل بکن.
تکون لنا عیدا، بر ما یک عید باشه، یک روز خوشی باشه. لاولنا و آخرنا، با اول و آخری. و آیه منک، و دلیل معجزه، دلیل از جانب خودت باشه. وارزقنا، و ما را رزق بده. و انت خیر الرازقین، تو بهترین رزق دهنده ها هستی. پس پیغمبر کاری کرده نمیتونه، این امور به حکم الله میشه. عیسی علیه السلام دعا میکنه به الله، الله سبحانه و تعالی برش جواب میده. قال الله انی منزلها علیکم، الله میگه من نازل میکنم امید سرخان بالای شما. فمن یکفر بعد، وقتی که باز به چشمتان دیدین معجزه را کل چیزه، واسطه است که بعد از این کافر شه و منکم از شما، فانی اعذبه عذابا، باز بر از یک عذاب میتم که لا اعذب احدا من العالمین، لا اعذبه، که ما تعذیب نکردیم هیچ کسی از عالمیان را. خب دیگه مسئله ششمی، مسئله که در اینجا مطرح میشه، یکی از مسئله است که زیاد مردم، بعضی اشخاص از مقامشان بالا میبرند، مثل که نصرانی ها عیسی مسیح علیه السلام بسیار از مقامش بالا بردن و بالاخره برای این صفت چی دادن؟ صفت الوهیت دادن و ایره مثلا بعضیش گفتن که پسر الله هست، بعضی گفتن که خودش الله هست و بسیار صفات خطرناک برای دادن و ادعا میکنن که ما به حق هستیم. الله متعال در روز قیامت از خود عیسی علیه السلام در مقابل از اینا از خود عیسی علیه السلام پرسان میکنه تا این کسایی که اتهامات یا افترای دروغ کردن اینا کلشان رسوا و شرمنده شون و بفهمن که آنچی که ما دروغ بستیم این گپای عیسی مسیح علیه السلام نیست. همین قسم مثلا بسیاری کسا با اولادای پیغمبر همین قسم افراط میکنن، بعضی در پیغمبرای افراط میکنن، بعضی در اولیاء الله افراط میکنن. این درس است برای افراط کرا که باز در روز قیامت وقتی از او ولی الله پرسان شوه، وقتی از او پیغمبر پرسان میشه، وقتی از او اولادی پیغمبر پرسان میشه که آیا تو برای مردمی قسم گفتی که به این وضع الله مرا عبادت بکنین، باز اینا روی سیاه میشن. پس یک درس بزرگ اعتقادی هست برای کلگی که احتیاط بکنن از افراد در شخصیت ها. چرا اکثرا شرک و کفر از کجا پیدا میشه؟ از افراد در شخصیت هست. اینا چرا مشرک شدن؟ وقتی در شخصیت عیسی علیه السلام افراد کردن. عیسی علیه السلام پیغمبر هست، معجزات داره، معصوم هست، رسول الله هست، صفات بسیار عالی است، بسش است. اینا گفتن نه، بالا میبریم صفات الله را هم برای نسبت دادن. اینی افراط از اینا در شخص عیسی علیه السلام سبب شرکشان شد و الله متعال در روز قیامت اینا را رسوا میکنه. و این درس است برای هر کسی دیگه که درباره دیگه شخصیت ها. درست است ما پیغمبر داریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر ماست، حبیب الله هست، رسول الله هست، دوستش داریم، متابعتش میکنیم، معصوم است، پاک است، رتبه بسیار بلند داره، لکن صفات الله را نداره، بنده هست. اشهد ان محمدا عبد الله هست و رسول الله هست. همین صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکرد که یا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما مرا بسیار مبالغت توصیف نکنین. بسیاری کسایی که می نات میخوانن، بسیاری کسایی که قوالی میخوانن، اینا بسیار افراط میکنن. گفت که اطراع نکنین، زیاد روی نکنین، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم بسیار توصیف کردن. ولکن رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه است که بگوین که عبدالله و رسول. برای من این صفت بس است، کفایت میکنه. بنده الله هستم و رسول الله هستم. با بندگی الله بنده خالق خود هستم، حد و حدود خود میفهم و با رسالت مقام بسیار عالی در برای بندگان دارم. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم این توصیه را کرده. انسان مؤمن وقتی که در قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بندی الله و رسول الله میگه و صفات الله را نداره، شفا نمیده، روزی نمیده، نان نمیده، زنده نمیکنن، نمیمیرانه، این کل صفاتی که الحفیظ حفظ کننده الله هست، یحیی الله زنده میکنه، یحیی میمیرانه الله متعال، صفات عالی، شافی الله هست. متوجه هستیم؟ این کل صفات الله هست، نباید برای مخلوق بدیم، نه به پیغمبر، نه به اولادش، نه بر اولیاء الله. از این خاطر الله متعال میگه ببینید که رسوایی کسانی که عیسی علیه السلام افراد کردن و از درجه مخلوق بلند بردن. و اذ قال الله، و یاد کن هنگامی را که الله میگه در روز قیامت یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. آل جپا پا و کشیش ها و
نصرانی ها و اینایی که ادعا میکنن که عیسی خدا هست و عیسی son of God است، پسر الله هست، کل از اینا میگه استاد هستن، کل از اینا حالا شرمنده میشه. این مردم ها خیستن و عبادت تو را کردن و مادر تو را عبادت کردن و مجسمه تو را ساختن و از مادر تو را ساختن و عبادت تو را میکردن. انت قلت للناس، آیا تو بر مردم گفتی که اتخذونی و امی الهین، ما و مادرم دو معبود بگیرین من دون الله، بغیر از الله؟ الله متعال عالم الغیب است. سوال به چی است؟ به خاطر رسوا کردن. الله این استفهام در قرآن استفهام حقیقی نیست، سوال حقیقی که مثلا یک چیز کس نفهمه با سوال بکنه. الله متعال اینجا استفهامی انکاری میگن، بالای زنا انکار میکنن، توبیخی هست برای کسایی که کار کردن، اینا توبیخ میکنن با این قسم سوال. عیسی علیه السلام میگه که سبحانک، پاکی است تو یا الله، تو پاک هستی از تمام عیبها. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، برای من شایسته نیست که من چیزی را بگویم که حق از او را ندارم. من حق از او را نداشتم که کسی را بگویم مرا عبادت بکنین. من خو حق عبادت را ندارم. من خو میگم لا اله الا الله. نیست هیچ کسی مستحق عبادت و اطاعت، هیچ کسی حق عبادت و اطاعت قابل اطاعت و عبادت نیست که این حق داشته باشه الا الله، بغیر از الله. الله هست که اطاعت و عبادت میشه. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، او چیزی که حق و حق من ندارم هیچ وقت میره نمیگم. این کنت قلته، اگر من ایره گفته باشم، فقط علمته یا الله، تو عالم الغیب و شهاده هستی، تو خود میفهمی. تعلم ما فی نفسی، تو آنچه که در نفس من هست، پت هست، پوشیده هست، آشکار هست، کل از این میفهمیم. ولا اعلم ما فی نفسک، و من مخلوق عاجز هستم که علم غیب ندارم. از آنچه که در نفس تو هست ما رو نمیفهم. انک انت العلام الغیب، یا الله عالم الغیب تو هستی، ما خو نمیفهمم. ما قلت لهم، عیسی علیه السلام در مقابل کل از اینا بیان میکنه که ما قلت لهم، ما بر از این مردم نگفتم الا ما امرتنی به، مگر آنچه که مرا به او امر کرده بودی. او چی بود؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکم. ما برشان نمیره گفته بودم که شما عبادت بکنین الله که الله را که امر رب ما هست، خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، زندگی دهنده، میراننده من هم است و از شما هم است. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تا زمانی که من در بین از اینا بودم، بالای از اینا من شاهد بودم، حاضر بودم و برای از اینا میفهماندم که من پیغمبر هستم، عبادت به الله میشه، خالق ذات یگانه هست. فلما توفیتنی، وقتی که مرا وفات دادی، مرا بلند کردی، از اینجا بردی به طرف آسمان، کنت انت الرقیب علیهم، یا الله تو بالایشان مراقب بودی، رقیب بودی، از حالاتشان خودت خبر داشتی. و انت علی کل شیء شهید، و تو با علم تو، با قدرت تو، با سمع تو، با بصرت، هر چیز شاهد هستی. در اینجا چی میشه؟ در اینجا تمام باطل پرستا رسوا میشن و کلشان شرمنده میشن و میفهمن که ما افترا کردیم. این حال الله متعال نتایج توحید بیان میکنه. قال الله و الله متعال میگه هذا یوم، اینی روز قیامت، روز است که ینفع الصادقین صدقهم، برای کسایی که صادق هستند، رازگوی هستند، درست واقعا گپ الله را به مردم رساندن، اینجا منفعت میرسانه برشان. لهم جنات، برشان جنت های هست که تجری، که جاری میباشه، من تحت الانهار، که زیر قصرها و باغای از این نهرها، خالدین فیها ابدا، دی خالد میباشن، همیشه میباشن. رضی الله عنهم، الله از صادقین راضی میباشن، و رضوا عنه، اونا هم از الله راضی میباشن. ذلک الفوز العظیم، اینی کامیابی بزرگ است که در روز قیامت، اینی کامیابی بزرگ است. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، مخصوص الله است مالکیت آسمان ها و زمین و آنچه در بین آسمان ها و زمین است. و هو علی کل شیء قدیر، و الله متعال بر هر چیز قدرتمند هست. در آیت 120 سوره مائده ما شما رسیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.